السلام علیکم بیننده های عزیزی ما. من امروز گواهی آن گشتید که ما در دهه همیشه بهار، در آن دهه که بسیار هم تماشابین ها، زیارتچی ها از تمام روی دنیا، از تمام روی همین وطن ازبکستان ما می آیند و برای زیارت. امروز ما در این دهه اقصای برای تبریک کردن مادر مهربان که امروز جشن زادروزشان است، امروز منیره خاله را تبریک گویی آمدیم از نام خواهرانشون، از نام 9 خواهر، یک برادر تبریک میکنیم و البته آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما میکنیم. امروز ما در خانواده آلتی بایامک مهمان هستیم، با ما باشید. رفتیم. السلام علیکم مادران مهربان، السلام علیکم مهمانان این خانواده، مهمانان یکی از آن عائله‌های پرنور دهه آقصای. هر یکی شما را با این خانواده آلتی بایامک خوش آمدید میگوییم. علم خاندان فرشته اشان، علم خاندان نور و خورشید خاندان، برای فرزندان، برای خواهران دعاگوی بی منت، خبرگیرک، انسانی نکوترین و نزدیکترین به جای پدر مادر. امروز مادر مهربان خاندان منیره خاله جشن زادروز داشته. اگر حتی خرسه که وقت از داریم اگر تسلام تکلیف میکنیم مرحبا. السلام علیکم. امروز در این خاندان تا در آمد از نام خواهران نیت‌های نغز و نیک را شنیدیم. گفتند که خواهر عزیزی من بعد از درگذشتن پدر مادر از چهرهشان نور پدر مادر را می‌یابیم. برای ما مصلحتچی بی‌منت، برای ما انسانی نزدیکترین و هر یک گرما و سرمای ما خبرگیرک ما هستند. بچه ما هم برای ما انسانی نزدیکترین هستند. امروز روز خرسندیشان، مولود خجستهشان مبارک باشد. منیره خاله جشن زادروزتان مبارک. همیشه همراهی امکچانی عزیز عمری دراز بینید. حضور و حلاوت فرزندان را دیده در روز خرسندی هر بار آمده شما را تبریک کنیم. امروز شما تبریک میکنیم از نام 9 خواهران نازنین، از نام یک دادرتان، از نام فرزندان عزیز، از نام شهرزاد جان دوستی عزیز شما را تبریک میگوییم. گفتند که مادری ما برای ما علم خودی چشمه خوش‌نشاننده برای یک مهر و محبتشون آخرش نیست، سرشاری مهر هستند. برایشون چقدر سخنها گوید، چقدر شعر خوانید می‌ارزد که ارزنده ترین هستند. زنی خاکسارترین همین آقصای هستند. دوست می‌دارم، ناز می‌بینم مادر جان من. همه دنیا باشد و باشد هر دویشان. پدر جانم که عمری دراز می‌دهد، صحت سلامت در سر ما کردند، وقت و تخت و دولت ما علی همین ها هستند. هیچ وقت غم و اندوه را نبینند، همیشه سایبان شده، جوان شده گشته نصیبشان گرداند. برای مادر عزیزم، برای فرشته خاندان ما رسانید که نوبهاری گلفشانی دلکشایم مادرم، قوتی جان و دل و عقل رسایم مادرم. منزل لطفی بیکناری تو رسیدم بر کمال، برق فکری روشنی دیده های مادرم. الله‌های فارم و پند و نصیحت های تو شد سرودی زندگی با بقای مادرم. بر سرت بشکفته گلهای سفیدی آرزو باعثی اوج من و نشو و نمای مادرم. بر قدی خمگشته و چین و جبینت جان فدا، اول و انجام من صبح و صفای مادرم. برای مادرم امروز زادروزشان مبارک باشد. گویا امروز بسم زیبا را برای شما مبارکباد میگویم. البته خواهرکان عزیز با گفته ها گفتند که دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پری آب است و دیدار گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. خواهر عزیزمان مانند گلهای بهاری که در کوهستان همه آقصای میسبزد، همیشه شکوفان و لاله‌روی شده گردند. زادروزشان مبارک. حاضر از نام خواهران جیانها نزدیک آن تحفه‌های ارزنده و زیبنده است. برای انسانیت، برای باطنی ما را پرقوت کردند. البته در اینجا از همه در روی دنیا کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است. اگر هم ما دست ما خالی باشد، حتی خرسکی با خواهد بزنیم کتاب قرآن
Zodroz muborak. Albatta imroz oltibo'yoman ro'zi xursandi است. Hozir az Munira xola mepursim, Munira xola chand sol shudki aqdi nikoh bastid hamjon. Chand sol shudki ishlayapsiz? خیلی میگم همین مابینی توی و مرا مابین اینقدر اویلاداری فرزندها و غیر از همون لاله‌های زیبا دستگلی زیبا توفه میکردن هر زادروز و انمی دستگلی زیبا از نام احمدجانی عزیز برای شما ادا خرسه کی وقت خواهد زادروز مبارک مبارک باشد و از نام فرزندان از نام شهزاد جان از نام فریدونکا فاضلکا علمی رایتی خوب رایتی در اینجا انگشترین طلا از نام دامادهایم بوده نه از نام کلینهایم نه از نام کلینهایم برای شما همچون رمزی تشکر و منتداری گفتن که خودشان زر و زیور خاندانی ما هستند این چیزها همه‌اش مثل مادر جان ما هیچی نیست فقط رمزی تشکر علامه انگشترین طلا را آماده کرده باید تا قسم بزنیم نمی‌بینیم بزنیم مرحمت می‌سپاریم گزاران دست شما مدیر خلاص آدرزت ها مبارک باشد من امروز از دیدار شما بسیار هم خرسند شدیم چخیلی که فرزندان نزدیکان خواهر و دادرتان در اطرافتان پروانه هستند امروز مولود را مبارک باد میگیم در اینجا باز یک تحفه هست از نام فریدونکا عکس های زیبا پرتریتی کلان تیار کردن مرحمت به شش مهمانان مبارک باشد عکس های عاشقان امروز مبارک باشد نادروز مبارک احمد جان آتی باید شهزاد جان گفتن که شما شعر خواندن گرد من هر دیاشان رفتن آغوش میکنم و بوسه میگیرم چرا که آنها کلید در جنتی ما هستند آنها هستند که ما از هیچ کس کم نیستیم ولی شهزاد جان بهترین‌تر اینقدر باشد عزیز و معتبر مادر و پدر در عزیزی هر یک شیرین تر از هم دیگر بهر فرزند خود غمخوار و دانا و انیس راستگوی و ناظر جواب آزاده و شیرین سخن مبارک باشد شهزاد جان همون شعری که از یک کلید میخورید که نمیخورید نه رقصش که تمرین میکنیم خداوند حاضر دور رفته استید فرزندان همه اینا شما تکلیف میکنیم اینجا به شیرینی تیار کردن یک نه دو تا چرا که در سرمان دوست و یبان داره مفته برای هم پدر هم مادر تورتی زیبا تیار کردگی همون استان نزدیکتر میبردن پیش شما نزدیکتر بیارید یک جوی شیرینی هم میبرید مزاد تا نبول میکنیم با هم میبینیم شهزاد جان نگوزید نکو یا شما نزدیکتر استید مرحبا شما هم بید مرحبا فریدونکا خوش فاضلکا مرحبا Happy birthday to
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. مبارک باشد. حاضر نیت کرده هر دوی ما محمد جان خالد جان نیت کرده شماشو خاموش کنید که 120 ساله شویم گفتم مرحمت شماشو خاموش کنیم کنید بیا تو مبارک باشد بایشد جان روز مبارک مرحمت یک تا شیرینی تناول کنند بعد از آن سخنهای تبریکاتی را میشنویم مرحمت Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. البته حاضر سخنهای تبریکاتی را میشنویم امروز زادروزی خالد جان است حاضر آلتیبای من از همه پیش خودتون یک تبریک کنید مرحبا منیره من اسمی سالی 50 سالگی از نام فرزندها از نام کلونها از نام خودم تبریک میگم من در پیش بچه ها در پیش کلون در پیش فرزندها صحت و سلامت با 100 سال دیگر عمر بینیم رحمت چهره‌سان نخوندید که؟ اما جان خانم با جای شما نمی خوش نباشد بگویم که اگر یابم جوانی ای دوباره تو را تنها تو را میخواهم بس و هر قیمت و هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد برکس بگذار ارهمین حیات و 120 سالش نگاه تا انم خیلی آمده شهزاد جان وعده داشتیم که یک تا رستورانی کلامی سمرقند و یک تای خوش رو کده میتیم برایشان فقط که در سری ما ساخت آمد کردم البته فرزندها نزدیکان خواهران یک جایش رو کنیستیم های تبریکاتی رو میشنویم یک تا کنی کی سر میکنند کدامشان مرحبا مرحبا من امروز مادر جانم زادروز مادر جانم 56 به در آمدم من از نامی فرزندانشون از نامی دوماتاشون از نامی کلماشون همه‌شون نبیره ها انامشون تبریک میگویم مادر جان ایلا صد به درایت بعد پیر شوید در سر ما همه وقت سایبان شده گردید دادام کتی همه وقت خوشبخت و خوشنود گردید رحمت السلام علیکم میمانان و میزبانان گرامی خوش آمده السلام علیکم منیر اپا سلام همه وقت صاف سلامت گرده انو خوار نو کس خوارتانو یک تا دادرتان و یک کلونتان تبریک میکنیم همه وقت آنکه با کتی صاف سلامت کرده سلامانده پدروس و مادروس شده سروی مادم گرده الهی صد بدروی رحمت
بیبی جانم می آید دل و جانم می آید از رای دور می آید زور به زور می آید بیبیم آینده ما خورسنگ کیساش پوری خندن موضوع ما مغزی ماست چیزهای نغزی ما را گپای بیبیم شیرین خند و برین اصل برین بیبیم خونم افسانه بیبی جانم یگانه بیبی جان بزاد روزتان تبریک میکنم الهی صد دوره رحمت کریسمانم تبریک میکنمی؟ نمی کیا با تبریک میکنم؟ اینو برعکس رو تبریک میکنم. خیر اعضای خواهران اعضای نزدیکان تبریک میکردگی باشن اگر مرحمت اگر که نه رقصش که دیگه اگر سرودهای رقصی میمونه شیرین سال بیرونتر میبروریم انمی دوره به همون نزدیکان یارو نزدیکان همجای میرقصه مرحمت سرودهای رقصی برای شما یا مشکل شبای من جیگر من سر من شب و بیاد از سوی من دنیای من دلبر من محتاب مشکل شبای من شیرم نیومدی بی تو شب من تاریکه من باشی عشقم دنیا ناموزیکه به یاد تو هر شب آسوبی ندیسم جای تو قلبم خواهید عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من محتاب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من محتاب خوشگل شبهای من تو دنیای من به تو عادت کردم رفتی من پیش خدا از تو شکایت کردم دست شده دو دفترم از شب تو را میخون تو من آندا میگفتی که بهار میمونم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من محتاب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من محتاب خوشگل شبهای من
مجنون کردی منو جیگرگون او لیلی منو مجنون کردی منو جیگرگون لیلی شام لیله دوست دارم خیلی لیلی شام لیله دوست دارم خیلی لیلی لیلی دوست دارم خیلی لیلی لیلی دوست دارم خیلی بابا باشیدم Let's go. دانم
مانا بیننده های عزیزی ما در این باد و هوای بهارانه، در این باد و هوای تازه و فارم ما در مهمانی دهه آقسای بودیم. امروز در خانواده آلتیبایمک منیره خاله را در جشن زادروزشان از نام 9 نفر خواهر نازنین، از نام 1 نفر دادر، از نام فرزندان، نبیره و جیان و کلین دامادها، از تمام نامی نزدیکان تبریک کردیم. امروز استراحت کرده در آن کوچه های شاهراه آقسای ما روانه هستیم به سوی خانه خود. همیشگی میگوییم بهر شما با ما باشید، با شبکه شهنان و همیشه لایک گذارید، کامنتار کنید که از آن گفتنی های شما ما خرسند و خوشحال میشویم. خود را احتیاط کنید و دوستدار خود باشید. با ما باشید، با شبکه شهنان. امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم، قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم. پریشان افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایا، بر جسم و جانم پروا نکردی، از جبر دنیا دوا نکردی، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم. با سرنوازی پرورد ما را بحر جهان آرازی ما را،
تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم، شیرین زبانم مادرم، ای مهربانم مادرم. جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادم از غم همه آزادم، مایان همه دل شادم از غم همه آزادم. تبریک شما گویم از بزم و طرف شادم، تبریک شما گویم از بزم و طرف شادم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما.